خداوند به آنها که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند وعده آمرزش و پاداش عظیمی داده است و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند اهل دوزخند. هر کس خواهان عزت است بداند که تمامی عزت و اقتدار از آن خداست. سخنان پاکیزه به سوی او بالا می روند و این عملکرد خوب است که آنها را به اوج الهی می رساند و آنهایی که فریبکارانه دست به کار زشتی ها می شوند برایشان عذاب سختی مهیاست، حالان که فریبکاری اینان نابود شدنی است. کسی که خواهان عزت است باید از خدا بخواهد، چرا که تمام عزت برای خداست. سخنان پاکیزه به سوی او صعود می کند و عمل صالح را بالا می برد و آنها که نقشه های بد می کشند عذاب سختی برای آنهاست و مکر و تلاش افسادگرانه آنان نابود می شود و به جایی نمی رسد. قسم می خورم به روز قیامت و قسم می خورم به نفس ملامتگر که برانگیخته می شوید. آیا انسان می پندارد که استخوانه های او را دوباره جمع نخواهیم کرد؟ آری قادریم به این که حتی سر انگشتان او را به شکل اول آن برابر کنیم. بلکه انسان می خواهد به وسیله انکار از قیامت خود را از قید پابندی به احکام شریعت خلاص کند تا در دوره زندگی که پیش روی دارد آزادانه به اعمال ناشایسته دست یازد. از این رو با انکار می پرسد چی وقت رستاخیز می شود؟ آری هنگامی که چشم خیره شود و ماه تیره گردد و خورشید و ماه با هم جمع کرده شوند. در آن روز است که انسان می گوید پناهگاه کجاست؟ هرگز نه، پناهگاهی وجود ندارد و تنها قرارگاه در آن روز به سوی پروردگار توست. در آن روز انسان به آنچه از پیش فرستاده یا به عقب گذاشته خبر داده می شود. آنها که گفتند خدا همان مسیح ابن مریم است به طور مسلم کافر شدند. بگو اگر خدا بخواهد مسیح ابن مریم و مادرش و همه کسانی را که روی زمین هستند هلاک کند، چه کسی میتواند جلوگیری کند؟ آری حکومت آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو قرار دارد از آن خداست. هرچه بخواهد می آفریند، حتی انسانی بدون پدر مانند مسیح، و او بر هر چیزی تواناست. وای بر هر عیب جوی مسخره کننده ای، همان کس که مال فراوانی جمع آوری و شماره کرده بی آن که مشروع و نامشروع آن را حساب کند. او گمان می کند که اموالش او را جاودانه می سازد. چنین نیست که می پندارد. به زودی در حطمه آتشی خرد کننده پرتاب می شود و تو چه می دانی حطمه چیست؟ آتش برافروخته الهی است، آتشی که از دلها سر می زند. این آتش بر آنها فرو بسته شده در ستونهای کشیده و طولانی.